این همه خلاقیت، این همه موفقیت. استیو جابز، مردی که از گاراژ کوچک خودش بزرگترین برندهای جهان رو ساخت و دنیای تکنولوژی رو به کلی تغییر داد. از آیفون و آیپد تا مکبوک و انیمیشن های شگفت انگیز پیکسار، استیو جابز با دستاوردهاش زندگی میلیون ها نفر را متحول کرد. اما چگونه ممکنه یک فرد با چنین تأثیری به اینجا رسیده باشه؟ بیایید به آغاز این داستان شگفت انگیز نگاه کنیم. استیو جابز در 24 فوریه 1955 در سان فرانسیسکو متولد شد. او در خانواده‌ای به دنیا آمد که به دلیل شرایط اقتصادی او را به فرزندخواندگی سپردند. این تصمیم در حالی گرفته شد که استیو هیچ وقت مادر و پدر بیولوژیکی خودش را نشناخت. این مسئله اولین چالش بزرگ زندگی استیو بود که باعث شد دیدگاه خاصی به دنیا پیدا کنه. استیو به این باور رسیده بود که همیشه باید دنبال معناهای بزرگتر بود. پدر استیو یک مکانیک ماهر بود که اشتباکارهای دستی و تکنولوژی را به استیو یاد داد. در گاراژ خونه‌شون استیو به ساختن و دستکاری ابزار و وسایل علاقه زیادی پیدا کرده بود. این تجربیات اولیه بود که باعث شد استیو جابز یک دیدگاه خاص به دنیای تکنولوژی پیدا کنه. استیو از همون دوران کودکی علاقه زیادی به الکترونیک داشت. در سال 1976 استیو جابز و استیو وزنیاک، دو دوست خوب، تصمیم گرفتن شرکت اپل رو راه اندازی کنن. اونا در یک گاراژ کوچک اولین کامپیوترهای اپل رو ساختن. شاید اون روزا کسی فکر نمی‌کرد که این گاراژ ساده روزی یکی از نمادهای موفقیت در دنیای تکنولوژی بشه. اما موفقیت اپل سریع به دست نیامد. در سال 1985 به دلیل اختلافاتی که با مدیران اپل داشت، استیو از شرکت اخراج شد. این شکست بزرگ شاید برای خیلی‌ها پایان داستان بود، اما استیو جابز همیشه گفته بود شکست پایان کار نیست، بلکه فرصتیه برای شروع دوباره. او بعد از جدایی از اپل شرکت نکستا تأسیس کرد و همچنین پیکسار رو خرید. این تصمیم ها باعث شد استیو موفقیت های جدیدی رو تجربه کنه. پیکسار به یکی از پیشگامان صنعت انیمیشن تبدیل شد، اما اوج موفقیت استیو وقتی بود که در سال 1997 اپل به شدت با بحران مواجه شده بود و مدیران تصمیم گرفته بودند که دوباره از استیو دعوت کنند. او برگشت و با افکار و ایده های جدید خودش اپل رو نجات داد. جالبه که در سال 2007 استیو جابز اولین آیفون رو معرفی کرد. این محصول نه تنها برای اپل بلکه برای دنیای تکنولوژی یک انقلاب به حساب می اومد. طراحی ساده و کاربرد بی‌نظیر آیفون به سرعت در سراسر جهان محبوب شد و تبدیل به یکی از پرطرفدارترین محصولات تاریخ شد. استیو جابز همیشه برای این باور بود که تکنولوژی باید به مردم نزدیکتر بشه و برای زندگی بهتر طراحی بشه و این دقیقاً همون چیزی بود که اپل در محصولاتش به نمایش گذاشت. او با تأسیس محصولات انقلابی دنیای تکنولوژی را به سوی آینده هدایت کرد. اما متاسفانه استیو جابز در سال 2011 بعد از مبارزه طولانی با بیماری سرطان دنیا را ترک کرد. این یک فقدان بزرگ نه تنها برای دنیای تکنولوژی بلکه برای میلیون ها نفر که از کارهای استیو الهام گرفته بودند سنگین بود. با این حال میراث استیو جابز همچنان زنده خواهد ماند. داستان یه افسانه دیگه هم به پایان رسید. اگه از ویدیو خوشتون اومد کانال رو دنبال کنید و منتظر افسانه‌های بعد باشید. دنیا منتظر شماست.